خدا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام دانش آموزان کنکوری عزیز. با حل مجموعه مسائل استوکیومتری در خدمت شما هستم. بریم که داشته باشیم و استوکیومتری رو جلو ببریم. میگه که اگر ما مول داشته باشیم بالا ضریب رو می‌نویسیم و اگر جرم مولی داشته باشیم بر اساس گرم بر مول و اینجا ضریب استوکیومتری رو می‌نویسی بر حسب گرم و حجم مولی که این گازها رو از رابطه‌ای هست تحت عنوان PV مساوی است با nRT که اگر nR رو ثابت بگیرم میشه P1V1 N1 T1 مساوی است با P2V2 N2 T2 که اگر من از مقدار مول صرف نظر بکنم برابر خواهد شد با P1V1 T1 مساوی است با P2V2 T2. قانون گازهای کامل خواهد بود و ما میدونیم که این فشارها رو باید بر اساس یکای مناسب، اگر P1 هم بر حسب اتمسفر بود P2 هم باید بر حسب اتمسفر باشه. اگر P1 هم یا P2 بر اساس سانتی متر جیوه بود یا بر اساس تور بود شما مجبورین که اینها رو هم واحد بنویسین. حجم ها رو می نویسین و میدونین و این رو باید بگم که این رو فراموش نکنین که T1 و T2 بر اساس چی دمایی هست، بر اساس دمای کلوین که این کلوین برابر خواهد شد، این بالا می نویسم کلوین مساوی است با تتا به علاوه 273 بر اساس کلوین. فقط خواستم یک یادآوری داشته باشم که چجور مسائل گازها رو حل کنید و اگر ضریب آووگادرو رو بخواد، تعداد ذره رو بخواد، اینجا یادآوری میکنم Na به افتخار عدد آووگادرو این رو نامگذاری کردن که بر اساس 6.2 در 10 به توان 23 ذره مولکول یون یا هر چیزی میتونه باشه که برابر تعداد. پس اگر سوال تعداد اتم، تعداد ذره یا تعداد مولکول رو خواست، عدد آووگادرو ضرب در ضریب رو توی صورت می‌نویسیم و تعداد ذره رو در مخرج خواهید نوشت. محلول ها هم داشتیم بر اساس مولار و سپس جرم مولی و چگالی یا دانزیده. می‌بینیم که سوال اول رو حل کنیم. نوشته که با توجه به معادله زیره که موازنه نشده، یعنی باید موازنش بکنیم، به ازای سوختن کامل 2.5 مول گاز پروپان یا C3H8. چون ما یادمونه که اینجا یادآوری میکنم روی این فرم اسکلت یا فرم اخطار یا اتنشن بهش میگن. من اینجا یادآوری براتون میکنم که اگر ما داشته باشیم چیزی تحت عنوان آلکان، آلکن و آلکین که اینا به فرمی خواهند بود تحت عنوان CnH2n به علاوه 2 CnH2n و CnH2n منهای 2 خواهد بود و آلکان رو به معنی آلکان‌های سیر شده میگن و اینکه نوشته چند مول بخار آب تولید میشه، منظورش H2O گس هست. چون ما باز هم میدونیم، اینها رو یادآوری میکنم آقا خانم، واسه خودم اینا رو توضیح نمیدم، صرفا برای شما توضیح میدم که اینا رو بدونی دارید چه کار میکنید. یادآوری میکنم که کدوما رو باید بخونین، برین 11 رو کامل بخونین. محلول ها نیازمونه توی استوکیومتری. عملا استوکیومتری یک روشی هست برای حل مسئله در شیمی و اگر شما بلنگین داخلش خب اصلا ول معترین همتون و اصلا مسخره نکنید خودتون رو و اول مسائل استوکیومتریتون رو قوی بکنید و اولین راهش موازنه است که داخل چنلم یا داخل گروه هم قرار دادم. بریم که سوال رو حل بکنیم. میگه که C3H8 به علاوه O2 گس یا گازی میدهد CO2 گازی به علاوه H2O به فرم گازی یا همین میشه چی؟ میشه بخار آب من. و اگر بریم اینها رو محاسبه بکنیم به این ضریب 1 رو میدم، به توپلترین ماده ضریب 1 رو خواهم داد. پس یکی سه تا کربن دارم، پس سمت چپ من الان 3 تا کربن دارم در مجموع، سمت راست من باید 3 کربن داشته باشه و اینجا من هیدروژن دارم. یه 8 تا هیدروژن، 8 ضرب در 1 میشه 8 تا هیدروژن. اینجا ضریب 2 رو داره سمت راست توی آب، پس بنابراین ضریب 4 رو قرار میدم. الان تنها ضریبی که موازنه نشده برای اکسیژن. 4 تا اکسیژن مجموع این سم دارم، 2 3 تا 6 تا اکسیژن هم این بر، مجموعاً 10 تا اکسیژن من خواهم داشت و بنابراین اینجا باید 10 بذارم، اینجا میشه 5 تا. پس موازنه رو من اومدم و انجام دادم و اینا رو پاک میکنم، اینایی که بهش نیاز ندارم و اگر من این رنگ رو اجازه بدین که عوض بکنم و بریم حلش بکنیم. میگه به ازای 2.5 مول، پس من اینجا مینویسم 25 دهم مول چون که من فرم کسری رو بهتر میپذیرم تا فرم اعشاری. بعد بالا مینویسین چون مول ضریب 1 رو میذارین و اگر چند مول بخار آب رو بخواد پایین x مول
بالا ضریبش چنده؟ 4 خواهد بود. طرفین وسطین، این رو فراموش نکنین از دوره ابتدایی. این میشه طرفین و سپس وسطین رو انجام میدین، یعنی x مول مساوی است با 4 ضرب در 25 دهم که اگر من برم این رو محاسبه بکنم به جوابی خواهم رسید تحت عنوان عدد زیبای 10، چون من میدونم 4 ضرب در 2.5 برابر میشه با گزینه شماره 4، یعنی عدد زیبای 10 خواهد بود. امیدوارم هر جا هستین موفق، سلامت و پیروز باشین. یا علی مدد و خدا نگهدار.